یک کسر کوچیک‌تر از واحد بر کسر کوچیک‌تر از واحد. هر دو تا کسرن بچه‌ها. خوب دقت کن. 6 هفتم تقسیم بر 2 هفتم. همونطور که توی اسلاید قبلی گفتم هر وقت دو تا کسر داریم حتما باید مخرج‌ها برابر باشه که اینجا مخرجامون برابره. میریم سراغ عامل اول که 6 هفتمه. این 6 هفتم شکلا به 7 قسمت شده، 6 تاش رنگ شده، 6 هفتم رو داره نشون میده. حالا میخوام تقسیم بر 2 هفتم، یعنی باید بیام همین قسمتی که رنگ شده رو 2 هفتم 2 هفتم جدا بکنم. ببین این 2 هفتم، اینم 2 هفتم، اینم 2 هفتم. توی این 6 هفتمی که داشتم چند تا 2 هفتم تونستم درست کنم؟ 1 2 3. پس حاصل تقسیمم میشه 3. یه مثال دیگه 7 هشتم تقسیم بر 3 چهارم. اینجا چون مخرج‌ها برابر نیست ابتدا مخرج مشترک میگیرم. کوچکترین مخرج مشترک میشه 8. 8 ضرب در 1 شده، 7 هم ضرب در 1. 4 2 برابر شده، 3 هم 2 برابر میشه 6. حالا که مخرج‌ها برابر شد میایم روی شکل نمایش نشون میدیم. 7 هشتم عامل اولم هست 7 هشتم. پس شکل میکشم این 7 هشتم. به 8 قسمت شده، 7 تاش رنگ شده. حالا باید تقسیم بر 6 هشتم بکنم، یعنی همین قسمتی که رنگ شده رو بیام 6 هشتم 6 هشتم جدا بکنم. خب تو این 7 هشتمی که رنگ شده چند تا 6 هشتم میتونم درست کنم؟